به نام خدا. سلام، وقت عزیزان بخیر. امروز میخوایم یک تراکت تبلیغاتی بسازیم و با کورل میخوایم این کار رو انجام بدیم. حالا توی ویدیوهای بعدی یک بار با فتوشاپ، یک بار با ایلاستریتور این کار رو انجام میدیم، تفاوت‌ها رو با هم میبینیم. چون زمان ویدیو خیلی زیاد میشه، زمان این فایل تصویریمون خیلی زیاد میشه، من تصمیم گرفتم که جدا جدا داخل نرم افزارهای مختلف طراحی رو انجام بدم و با هم مقایسه کنیم. خب من یک داکیومنت جدید ایجاد میکنم، یک سند جدید ایجاد میکنم و واحد اندازه‌گیر من بر حسب میلیمتره. اینو RGB میذارم بمونه چون میخوایم صرفا روی نمایشگر ببینیم، ولی اگر خواستیم کارمون رو چاپ کنیم خب میذاریم روی CMYK. عرضش رو روی 110 میلیمتر و ارتفاعش رو روی 210 میلیمتر قرار میدم. حالا ممکنه سایزهای مختلفی باشه، با توجه البته 140 میلیمتر هم مرسوم هسته، یعنی 14/21. من اینو ایجاد میکنم. خب حالا یه سری تصویر آیکون من از قبل آماده کردم که وقتمون گرفته نشه. میریم سراغ کارمون. من تصویر آیکون رو یکی یکی وارد میکنم. ابتدا میرم سراغ تصویرم. این تصویری هست که من دارم. خب این تصویر ما چطور میدیم جدا کنیم؟ اگر بخوایم کاری که انجام میدیم، میایم این رو با پن اینجا با پن شروع میکنیم به کشیدن شکلی که از روی تصویرمون حرکت کنه. خیلی سریع من این کار رو انجام میدم. این شکل برای استفاده از پن هم صرفاً تمرین زیاد مورد نیازه، نه چیز دیگه ای. این شکل کار رو ادامه میدیم. اگر نیاز شد زوم هم انجام. من پن رو میزنم. خب اینجا این صورت خیلی سریع. من ویدیو رو از تون نمی کنم تا ببینید به چه شکلی ما از قلم استفاده میکنیم یا همون پن. ادامه میدیم کار رو. خب اگر باید شد کنترل زد و به این شکل دوباره ترسیم رو انجام. این هم از این یکی. خیلی روی قسمت موهاش نمیخوایم، الکی وقت بذاریم. خیلی سریع اینجا هم یک ترسیم انجام میدیم. این شکل خب اینجا رو من یکم زوم اوت میکنم، دیگه نیازی به اون میزان زوم ندارم. و کار ما تمام شد. خب کاری که اینجا میخوایم انجام بدیم این هستش که الان تصویر رو جدا کنیم. خب
ابتدا من این دوتا تصویر رو با نگه داشتن کلید آلت انتخاب میکنم و اشتراک میگیرم. بعد از گرفتن اشتراک اتفاقی که میفته این هست که الان ما تصویر این آقا رو جداگونه داریم. من اینو یکم کوچیکش میکنم، بازم کوچیکتر و حدودا اینجاها قرارش میدم. اینو هم نگه میدارم چون بعدا میخوام ازش استفاده کنم. بازم کوچیکترش میکنم تا این حد خوبه. میام اینجا از ابزار ترانسپرنسی استفاده میکنم و ترانسپرنسی رو من اینجا روی اعمال میکنم این شکل. خب اینو هم بذار کوچیکش کنم و فعلا اینجا قرارش بدم، حالا بعدا ازش استفاده میکنم. این چیزی که من ایجاد کردم. خب حالا میریم سراغ نوشتن متن و کارها. اینو من بزرگش میکنم یکم، این اندازه این تقریبا میخوام بشه و یه مقدار فونتش زیاد میکنم، مثلا روی 2.5 میلیمتر میذارم و اینجا طیف رنگی برامون خیلی مهمه. من یک رنگی رو اینجا انتخاب میکنم، همون رو جلو میبرم. حتی این رنگ و رنگ خط دور میخواستم باشه و کاری که انجام میدم کنترل نگه میدم اندو میزنم تا بیاد پشت تصویر قرار بگیره. اتفاقی که میفته این هستش که با عکس من یکی میشه، در واقع از زیر عکس من پیدا میشه. من عکس رو یه دونه به اضافه میزنم، ازش کپی میگیرم و این دوتا رو از هم کم میکنم به این شکل. خب باز هم کار رو خراب کرد به خاطر این مسائل، پس من یه ذره عکس رو میبرم جلوتر به این شکل با همین عکس دوم. این عکس رو یه ذره میبرم جلوتر، به اضافه رو میزنم یه کپی بگیره، یکی دیگه هم ازش کپی خواهم گرفت. کار بعدی هم که انجام میدم این هستش که من روی همین قسمتی که دارم A رو میزنم اینجا، از این قسمت اینو جدا میکنم و از این قسمت هم این رو دوباره جدا میکنم. بعد راست کلیک و بریک رو میزنم تا اون قسمت های جدا شده از هم بریک بشه. همونطور که میبینید الان این قسمت جدا شده و این رو برمیدارم به این شکل. خب حالا من میتونم از چی استفاده کنم؟ این که حتی تصویر آقا رو هم قبلیه رو پاک کنم. اینو تا اینجا داریم. بعدش میریم سراغ مطالب دیگه. میام توی قسمت هم رکتنگل هم اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم، هم با پن بکشیم. من یه تصویر این شکلی میکشم، خیلی راحت، خط صاف به این صورت، این ترسیم. خب این هم یه ذره میاریمش این برتر که صاف بشه. همین رنگ رو اعمال میکنم و ترانسپرنسی رو براش انجام میدم با همون 50% هست. این رو میذاریم اینجا. یکی میخوام بذارم پشتشه، یعنی از همین کپی بگیرم بیاد اینجا قرار بگیره، کنترل اند بره پایین صفحه. ترانسپرنسی هم میخوام نداشته باشه، یعنی ترانسپرنسی برای این یکی فعال نباشه به این صورت. این رو هم حالا فعلا بذاریم این و شاید بعدا استفاده کرد. حالا بریم سراغ آیکون ها و متن هایی که میخوایم استفاده کنیم. بذار بزرگترش میکنم. اون آقا پایینیه هنوز سر جاش هست. یه کار دیگه بکنیم، بیایم همشون انتخاب کنیم با هم بزرگ کنیم. به نظرم خوبه. اینجا میتونیم متن بذاریم، اینجا میتونیم متن بذاریم. مثلا اینجا میتونیم بذاریم انتخاب نمیدونم، حالا مثلا لباستون با ما، یه همچین چیزی. من تکست رو انتخاب میکنم، اینجا می نویسم لباستون یه اینتر با ما. اینو انتخاب میکنیم. فونت کاغذ رو من در نظر گرفتم، فونت خوبی هست و رنگ سفید براش رنگ مناسبی میتونه باشه.
و سایزش هم خودم دستی بزرگ میکنم به این شکل، یکم کوچیک‌تر. خب این مایی که ما نوشتیم خیلی دیگه کشیده شده، این الان خوبه. یه دونه اینجا مثلا همچین چیزی ترسیم میکنیم. اینجا مثلا میخوایم آدرس سایتمون رو بنویسیم یا هر چیزی، یه شعاری بنویسیم. من از همین یه کپی میگیرم، اینجا قرارش میدم. اینجا مثلا بنویسیم تغییر با ما، تغییر مثلا چه میدونم همون تغییر با ما، و اینو یکم کوچیک‌ترش میکنیم. البته دستی هم میتونیم کار به این شکل. خب با این هم میتونیم اینها رو چیکار کنیم؟ کشیده ترش کنیم. میبینید که از هم جدا میشن حروف. برای اینکه این اتفاق نیفته ما اینجا توی قسمت آبجکت هامون، آبجکت پراپرتیزمون، میتونیم مشخص کنیم که این پس زمینه ما پر بشه، در واقع به این شکل نمایش داده نشه. حالا این که در مورد خط دورش هست، من میام اینجا ایشین رو انتخاب میکنم که یه حالت فارسی باشه و خب اینجا کاری که میخوایم انجام بدیم برای این الان قبول نمیکنه، ولی اگر من اینو کانورت تو کرو کنم بعد دوباره اینجا بزنم بازم قبول نمیکنه. خب باید قبول کنه دیگه. ما اینو کانورت تو کرو کردیم به خاطر اینکه خط دور ندادیم. اینجا ما بیهایندش رو این کاری میتونیم براش انجام بدیم، چون رنگ نداره از ما چیزی قبول نمیکنه. حالا ما یه رنگ خط دورم بهش میدیم، بعد بازش میکنیم، بیهایند فیل و اسکیل وید آبجکت رو روشن میکنیم. به خاطر اینکه فونت فارسی رو خیلی خوب نمیتونه ساپورت کنه این شکلی شده. ایراد نداره، ما اینو برمیگردونیم همون حالت فارسی باشه و اینو اینجوری میکشیمش دیگه. حالا که با ما سر سازگاری نداره اینطوری هم میتونیم انجام بدیم. این کارم میشه انجام داد. خب این هم میذاریم اینجا. کار بعدی که میخوایم انجام بدیم مثلا لوگو سایتمون رو، لوگو مغازمون رو، حالا هر چی که هست رو اینجا بنویسیم یا جاگذاری کنیم. من یه لوگو ساده سریع درست میکنم چون جلسه طراحی لوگو نیست. این دوتا رو انتخاب اشتراک میگیرم، اینو میاریم میذاریم، بی رو بزنم، اینو میاریم میذاریم اینجا با رنگ سفید، خط دورم نداشته باشه. براش فعال میکنم این گزینه رو. این میاریم جلوتر و همچین لوگویی مثلا کنیم داریم. کنترل اند. البته کنترل پیج آپ پیج دان هم همین کار رو برای ما انجام میده. همچین چیزی. خب این تا اینجای کار و حالا متنمون هم میتونیم بنویسیم. حالا من هر جایی که دوست داشته باشم میتونم بذارم دیگه، ممکن نیست. متن بعدی که میخوایم بنویسیم این هستش، اسم مغازه یا اسم سایت یا اسم فروشگاهمون. من می‌نویسم همون فروشگاه و یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. میتونیم از فونت‌های دیگه هم استفاده کنیم. حالا من مثلا کاغذ استفاده کردم، مثلا فونت سینما فونت خوبیه، از این هم میشه استفاده کرد همونطور که میبینید.
از همین من یه چند تا کپی هم میتونم بگیرم. در ادامه کار رو انجام میدیم و اینجا من یه مستطیل کوچولو میکشم این شکلی، باز هم همین رنگ، خط دور نداره، اینجا قرارش میدم. از همین یه کپی میگیرم اینجا میذارم، فقط رنگش باید تغییر کنم، مثلا تخفیف باید در نظر داشته باشین اگر کار چاپ هست حدود نیم سانت از اطراف فاصله بدین، چون احتمال اینکه زیر تیغ برش بخوره کار خراب بشه زیاده. این هم مثلا می‌نویسیم ویژه اینجا عدد می‌نویسیم 70% رو میتونیم یکم بزرگترش کنیم که بیشتر به چشم بیاد و مثلا تخفیف ویژه رو هم با یک رنگ دیگه بنویسیم، مثلا از رنگ مشکی استفاده کنیم، تخفیف ویژه 70%، مثلا خط دور مشکی داشته باشه، حتی کار رو خراب میکنه، همون بذارید اینجوری بمونه. اینم تا اینجای کار. خب اینو بذارید من یه رنگ مشکی بهش بدم ببینیم کار ما رو چطور در میاد. بیاریمش بذاریمش اینجا و باز یکم جابجاش کنم. یکم اینجا رو خراب میکنه، اینو یک کنترل پیج دان دیگه بزنم، بد نیست. دیگه چی میتونیم اضافه کنیم؟ من از همین باز کپی میگیرم اینجا میذارم، هم یکم نازکترش میکنم به این صورت و اینجا میخوایم آدرس ها رو مثلا اضافه کنیم. میتونیم بریم اینجا. خب من همه این آیکون ها رو استفاده میکنم، چقدر بزرگم. این آیکون ها رو من میخوام کوچیکش کنم، مثلا 20%، همشون رو کوچیک میکنم دیگه، 20%. باز باید کوچیک‌تر بشه ولی خب همینم خوبه فعلا. خیلی سریع با تریس بیت مپ و کویک تریس میتونید اینا رو تبدیل کنید به لوگو اگر نیاز داشتین، ببخشید به وکتور منظورم هست. و وقتی میبینید که اینجوری میشه کافیه بیاین اینجا، کلا یک خرابکاری رخ داده توش و آن گروپ آل رو میزنم و الان انتخابش میکنم، کامباند رو که بزنم اوکی میشه، فقط برعکس اوکیش کرد. این کار میتونید انجام بدیم، میتونید هم بیخیالش بشید کلا. یه بار دیگه من کویک تریس کنم یا بیام اوتلاین تریس لوگو رو انتخاب کنم، اینجا یکم ما دیتیلز رو افزایش بدیم، اهمیت نمیده ولش. خودم میخواستم بکشم انقدر طول نمیکشید که سراغ اینا رفتم. خب مثلا میتونیم بزنیم اینجا. خب ولی کارو وکتور اگه انجام بدیم خب خیلی بهتر میشه دیگه. من بیام اینو خودم بکشم چیز بهتری میشه. بذارید به عنوان تمرین خودمونم بکشیمش. من یه همچین تصویر اینجا میکشم، ای رو میزنم، گرد میکنم اینو و پوینتم رو میگم که از داخل اضافه بشه و اینجا پوینت رو اضافه میکنیم، مثلا میذاریم روی 2. رنگشو فعلا تغییر میدم که ببینیم. چون من گفتم از داخل اضافه بشه، چرا؟ به این شکل. اینو بیشترش کنیم 4 5 اوکیه. میریم سراغ کشیدن یک دایره. اینجا ال رو میزنم، اینجا یک دایره هم میکشیم، نه همونطور دیگه رنگ قرمز
5 و از داخل میخوام اتفاق براش بیفته. یه دایره دیگه هم اینجا میکشم وی رنگ قرمز و خط دورم نداشته باشه. اینا رو انتخاب میکنیم. البته اکثر رو ببینیم میتونیم برداریم. اینا رو انتخاب میکنیم. البته قبلش باید اینو انتخاب کنیم، شیفت کنترل کیو رو بزنیم که تبدیل به آبجکت بشه. این الان این آبجکت، اینم آبجکته. خب بذار اینو من پاکش کنم. این آبجکت، اینم آبجکت، اینم آبجکته که همشون رو با هم یکی میکنم و رنگ دلخوامو بهش میدم، حالا هر رنگی که هست. خب این از این یکی رو بریم ترسیم کنیم. خیلی سریع میشه اینا رو انجام داد. اینو بذارید ببینم با کویک تریس چیز خوبی ما میده. من آن گروپش کنم. چرا؟ آن گروپ کجایی؟ واقعا عجیبا. کنم یه شکل یکسان به ما داده، یعنی آره هیچی ازش کم نکرد. خب این تیکه رو من خودم میتونم بکشم. این تیکه رو سریع این کار انجام میدم اینجوری. بعد از اینکه کشیدم انتخاب توی فیلت اسکالپ یه مقدار گوشه ها رو گرد میدم. خیلی زیاد شد. خب ببینید مشکلی که هست الان اینجا این و این خب بیشتر باید گرد بشن مثلا اینقدر، اما این دوتا نیازی به اونقدر گرد شدن نه. در همین حد خب برمیداریم میذاریم اینجا. رنگش رو سفید کنم بهتر معلوم میشه کجا داره قرار میگیره. این اگر مثلا اینجا باشه و شیفت کنترل یا البته همون کنترل اند رو بزنم، کنترل اند، این رنگ مشکیش اجازه نمیده بیاد اینجا. اینو برداریم بیاریم اینجا. خب جاش خوب الان به نظر که خوب میاد. کمی برتره. الان به نظرم اوکی. آلتو نگه میدارم. این دوتا انتخاب از هم کمشون میکنم. یک رنگ دلخوابش میدم. این یکی رو ببینیم محض رضای خدا بر ما درست انجام میده. ریدیوس بیت مپ رو هم میزنیم. ممنون که هیچ کدومو درست انجام ندادی. برای اینکه الکی وقتمون گرفته نشه من دیگه اینای دیگه رو کاری ندارم. اینو پاک میکنم، نیاز بهشم ندارم. اینو هم حالا پاک میکنیم دیگه. دو تا آدرس میخوایم بذاریم، آدرس اینستاگرام و تلگرام. اینو روی 15 میل من بذارم. این رو هم روی 15 میل که هم اندازه باشن. این از اینستای ما، هم از تلگرام. خب اینجا هم میتونیم بارکد بذاریم، هم میتونیم چیزایی دیگه. این ارتفاعش 13 میل، اینم بکنیم ارتفاعشو 13 میل، شاید خوب بشه. خب گفتم دیگه اینجا میتونیم هم بارکد بذاریم هم یه آدرسی بذاریم. من حالا اینو کپی میگیرم اینجا قرارش میدم و آدرس اینستا رو مثلا میزنیم. همون اینستا من مینویسم اینستا. خب فقط بزرگ هستش نسبت به این، یکم کوچیکش میکنم. چرا تغییر کرد؟ خوب شده ها. اینو اینجا قرار میدیم. فونتش رو تغییر میدم. من یک فونت مناسب مثل دانا قرار میدیم. مثلا این کشیدگی رو ایجاد میکنیم اینجا. این دوتا رو میتونیم الاین کنیم دیگه. الاین رو من بیارم اینجا، الاین میدل رو انتخاب کنم. اینم یه کپی اینجا بگیرم، اینجا بنویسم مثلا تلگرام، آدرسمون هر چی که هست اینم بذارم اینجا. این دوتا رو البته الاین سمت راست
و این دوتا هم توی یک محور باشن. خب این کاری که ما انجام دادیم الان جذاب‌تر از این هم میشد. بله این دیگه سلیقه هست و خلاقیت شما عزیزان. باز مثلا میتونیم کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم، اینو یه ذره کوچیک‌ترش کنم، خیلی بزرگه، اینجوری مثلا جذاب‌تر میشه. کارهای دیگه هم که میشه انجام داد، اینجا میتونیم باز آدرس لوکیشن رو بذاریم یا چیزای دیگه این چنینی اضافه کنیم. میگم دیگه خلاقیت خودمون هست. باز نگاه کنید، من میخوام مثلا یه خلاقیتی رو به خرج بدم، همچین رنگی بهش میدم. ای وای از این کپی نگرفتم. خب اینو بزرگش میکنم، یک همچین چیزی اینجا میزنم و اینو میگم آقا شما پاور کلیپ شو این تو، بعد جابجاش میکنم دیگه. یا مثلا تو بیا اینجا و اینو میزنم. میبینید میتونیم یک بک هم بهش بدیم. حتی بازم اگه دوست داشتیم میتونیم تغییرش بدیم، کاری نداره. اینجا میتونیم اینو مثلا بذاریم اینجا و باید حتما این تیکر رو بزنیم، ولی خراب میکنه کار رو، خیلی زشت کرد. مثلا من دوباره انتخابش کنم، همون بالا باشه به نظرم قشنگ‌تر میشه و این تیکر سبز رو میزنیم و آنچه که ما میخواستیم بسازیم شدیم. نهایت همه اینها رو میتونم انتخاب کنم. حتی قبلش اینو من یه خط کم رنگی بهش بدم، یعنی خط بی رنگ. کل این انتخاب کنترل جی. اگر خواستم یه شادویی هم اینجا میندازم که هنگ کرده، خدا رو شکر. البته توی افکت ها میتونم این رو بیارم اگه دوست داشتم. ببینم شادو رو اینجا ما داریم، استفاده کنیم. لنز و بلند و کانتور و انولاپ و از شادویی که ما نیاز داریم، دراپ شادو از کلش میخواد شادو بگیره که ما این کار نیاز نداریم. یه کار دیگه میتونم بکنم، اینو اینجا بگیرم، اینو داریم دیگه، به خود این فقط شادو بدم، مثلا همچین چیزی، مثلا همچین شادویی برای این ایجاد کنیم. رنگش خیلی کمه، مثلا دیده نمیشه، حالت نورمال. به این دلیل هست. خب ایراد نداره. این چیزی که ما ایجاد کردیم بد نشده، خوبه. امیدوارم که این جلسه آموزشی مفید فایده بوده باشه. همین رو ما با نرم افزاری مثل ایلاستریتور و فتوشاپ هم میتونیم بسازیم و خیلی تفاوتی با هم ندارن. مهم نتیجه هست که ما چیکار میکنیم، خلاقیت ما هست، مهم نتایج هستش. به هر حال ممنونم از همراهی شما، خدایا رو نگهدارتون.